суратои акам. Инамиш акама. Иш ҷиан. Иш нуш бахтиёрай уш бури. Бури. Ами ду нафаре ки фавтидан амиён, не? ҳардаш дар Москва дар метро авария шуда. با خودت کی گفت عبدالحمید که خودت چه خیلی درک گفتی؟ من از گوبونی آمدم و آمدم گفتن که اکم آواری شده یا دو کودک گفت فارم با خانه رفتم تلفن کرده سبودم گفت که کت گذاشت با ای بچه ای را کفتن نیافتم با ای را دریافت توی 11 نیم بود نمیدونم یه وقت تلویزیونمون که مزن نبود تلویزیون گوش کنیم همون مسئله اخبارات همین اوکراین اخبارات روسیه را که هم پریداچو های کانالمون که درباره همین چی رفته است تراژدی مترو گفته رفته است بعد همین دیلم جواز که خودم نمیدونم چیکار کردن یارا تلفن گرفتم بچه‌م تلفن کردن سر کردم تلفن میکنم گودک میره و تلفن نمیبرد چند بار تلفن کردم نبرداشت بعد دیدم هر دی جیانم خطشان یا تشابه آوردیم هر دیشم خطشون بود نمره وایو خطی برمادم ای وایو کشتگی به تلفنش دیگه نشید دو هم همجا ده دیگه طرف بوده دو کلانم ده برمادم تلفن خطی پرسیدم ای در رو برداشت من گفتم که همین خیلی گپای دو رو تلفن نبرداشته است چی گپای گفت که کدام استانسیا نوشم فراموش هم استانسیای فلانی دا گفتم هم خیلی چی شده اعلان کرده است بعد گفت که وایو کارشون دیگه جدای مارشورشون اخل نیست گفت ذهنش اکه گفت بعد نمیدونم ساعت نشد با همین گرفتم تلفنی هم باشم ممکن یکی خواه فکر من چون کجا رفت تلفن کنم گفت تلفن کردن گرفتم چند بار تلفن کردم که یه وقت یک کس برداشت من خیالم بچه‌م الو گفتم که وای گفت نومی بچه‌م گرفتم که وای گفت که это сотрудник полиция گفت بعد من گفتم یکی پلیسیا در غلطی داره یا اون کار قطعی گفتم گده خزاین تلفن گفتم это Таджикистан беспокоит вай گفت که это خزاین تلفن попал в катастрофу گفت این گفت وای گفت که هم خیلی جدا قطعه اون попал в катастрофу گفت пострадал من گفتم در بیرون برمادم گفتم اشکال نفهمم گده نخودیسه گفتم با گفت که اون مورگه گفت پگیب گفت همین پلیسیا دیگه گفت ما گم کردم اکم دوست می داشتم چیزی می گفتم می آورد مثلا چی می گفتی بیشتر چی وعده می داد برای خودت چی می آورد پلیسیا یا پلانشت گفتم او را آورد تلفن قطعی گفت زدم پلانشت گفتم چی بیار گفتم یا بچه امکیان پلانشت گرفته بود حواس کردم با پلانشت بیار گفتم با آورد مدام توی اکم برید درباره این جیانتون بود جیانتون میشه جیانم
ای زموچکای می اومد هر روز می اومد اکاون در روسیه بود و می اومد خاتیما مای قپی می رفتیم هر جا می رفتیم چی نام داشت؟ بختیار و سنگی همی زموچکا بودگیش اکنون داماد ایده موزن و جنچم دستش سر بختیار دومتون آره چی خیلی بچه بود اومد بچه بزمین بچه سوز بود یه سالده یه بار آمده یه 5 ماه 3 ماه یه بار آمده که قطعشون بیچاره پس روسیه رفته میومد همه خانه شونده یه بار قطعشون 6 تیم چرچک کردن بچه مایدکش میدونستین چی من داشتم میدونستم من جزی کلانشدگی همین حال در همین حولی کلانشگی بود نه؟ هر دی بچه یک جدا کلانشگی یک جای کلانشدگی یک جای کلانشدن یک جای کار میکردم یک جای مردم